PLC Iran. در این قسمت میپردازیم به اتوتیون موتور که پارامترهایی از جمله اندوکتانس، ریاکتانس و امپدانس موتور رو برای ما تنظیم میکنه. میبینیم که میایم تو قسمت اتوتیونینگ و اپلای اتوتیونینگ رو میزنیم که اتوتیون رو برای ما انجام بده. منتظر میمونیم. میبینید که قسمت این پروگرس هست و الان نو اکشن شد، یعنی اتوتیون ما انجام شد. قسمت بعدی میپردازیم به تنظیم اکسلریشن تایم یا سرعت راه اندازی موتور. 3 ثانیه تنظیمش میکنیم که بعد اکثر سرعت برسه. دیسلریشن تایم معکوس اینه، اون رو هم تنظیم میکنیم، یعنی سرعتی که طول میکشه موتور وایسه، که در واقع اون رو هم میذاریم روی 3 ثانیه و اوکی میکنیم. قسمت بعدی های اسپید یا ماکسیموم سرعت موتور ما هستش که روی 40 هرتز حالا تنظیمش میکنم من فرکانسمون رو و میریم برای ران کردن درایو. اینجا من شاسی خودم رو میزنم و درایو ران میشه و سرعتم رو هم با پتانسیومتر تنظیم میکنم. میبینید که درایو ران شد، موتورمون داره حرکت میکنه و فرکانسمون رو هم مشاهده میکنید که آروم آروم میره بالا و به ماکسیموم سرعت خودش یعنی 40 هرتز میرسه و درایو من در اینجا ران میشه.